سلام علیکم تماشابینان محترم و بینندگان گرامی قدر. تماشابینان محترم، امروز شما را برای چطور باردار کردنی چاروهایتان به طریق دستی باردار کردن را میفهمانیم. روند گذراندن باردارکنی صنعی: آیله گاوها را به واسطه اشیاهای بی‌ضرر گردانیده شده یک کرته‌ای که به واسطه محبل به بچه‌دانی گاو وارد کرده می شود، پیش از آن در دستهایمان ما باید دستپوش یک کرته رزینی پوشیم و دست چپمان را به روده راستی گاو وارد می کنیم و با دستمان گردنک بچه‌دان را چنین محض می نماییم و این تأثیر مثبت برای چاروا می بخشد که برای قبول کردن نطفه تیار می شود. چنانه که شما می بینید، متخصص دست چپش را به روده راستی گاو وارد می کند و کمی محبل گاو را مساج نموده محبل به پایان میل می نماید و گشاده می شود و با دست راستش کاتتر را که در آن نطفه جایگیر است به راه محبل به درون بچه‌دان گاو وارد می کند. هنگام وارد نمودن در محبل باید احتیاط شویم که کاتتر به راه پیشاب خارج شونده نرود و نوک آن به 40-45 گرادوس به بالای بچه‌دان حرکت می کند و نوک کاتتر در قسمت بالای بچه‌دان می رسد که از راه داخل شوی به بچه‌دان گاو بالاتر می ایستد. متخصص باید این حالت را حس کرده و داند که سوراخی وارد شوی به بچه‌دان گاو در کجا جایگیر است و کاتتر را در درآمدگاه گردنچه بچه‌دان به نوک انگشت خردی خود آن را لمس نموده فهمد که درآمدن به بچه‌دان درست جایگیر شده است یا نه. باوری حاصل نماید که کاتتر واقعا در راه درستی وارد شوی به بچه‌دان موجود است و گردنچه بچه‌دان را که در دست چپی متخصص است کمی احتیاطکارانه آن را به طرف بالا پایان حرکت می دهد و کاتتر نیز با دست راستش تله می دهد و کاتتر به بچه‌دان وارد می شود. بعد از کاتتر به بچه‌دان وارد شدن، نوک آن را با انگشت خردی خود لمس می نماید تا اینکه باوری حاصل کند که 15 سانتی متر نوک آن در داخل بچه‌دان است. بعد از آن از بیرون با سرعت نطفه را به تخمدان وارد می کند و بعد این کاتتر را و دست چپ خود را به بیرون می برارد. تماشابینان محترم، اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد، در کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید و لایک های خود را دریغ ندارید. دستگیری شما پیشروی کار ما می باشد. دستگیری نمایید. تشکر به دقتتان.